قاره آفریقا بیشترین سهم از افسانه‌ها و سنت‌های منحصر به فرد را دارد که مردم آن را از سایر مردم جهان متمایز می‌کند. اگر می‌خواهید با این سنت‌ها آشنا شوید، در جالبین با ما همراه باشید. به غرب آفریقا، کشور سیاهی و فقر یعنی نیجریه سفر می‌کنیم. در روستای دورافتاده هومه شهر ابوجا در نیجریه، جوانان با بستن قلاده به کفتارها برنامه اجرا می‌کنند. این جوانان که خود را مردان کفتار می‌نامند، با خطرناکترین حیوانات سر و کله می‌زنند. کفتارها شکارچی‌های نیرومندی هستند و آرواره‌های قوی دارند. دندان‌های تیزشان مناسب تکه تکه کردن گوشته و همچنین خرد کردن استخوان. اما مردان کفتار معتقدند که قدرت دست اوناست و باور دارن که معجون‌های جادوییشون که از گیاهای سری و اجزای حیوانات درست شده بهشون این امکان رو میده که تا ستاره‌هاشون رو کنترل کنن. جوانان نیجریه‌ای با خیابانگردی با کفتارها به جای دور زدن با ماشین‌های آخرین سیستم از جنس مخالف دلبری میکنن و نظر اونها رو جلب میکنن. البته تربیت کفتار کار چندان ساده‌ای نیست، چرا که اهلی کردن این حیوان چیزی بیشتر از 6 سال زمان میبرد، تازه اگر شانس بیاورن و حیوان قابل اهلی شدن باشه. مردان کفتار در بازه‌های زمانی معین به شکار کفتار میرن، البته بچه کفتار. اونا با شناسایی لانه کفتار و دور کردن مادر، بچه کفتار که حدود 3 الی 4 ماه سن دارد را برمی‌دارند. با قرار دادن کفتار در ارتباط با زندگی انسان باعث از بین رفتن حس بویایی کفتار نسبت به انسان می شود و این اولین قدم در تربیت کفتار است. مردان کفتار معتقدند که این بخشی از فرهنگ و سنت ماست. ما از پدران و نیاکان خود به ارث بردیم و می‌خواهیم فرزندانمان این راه را دنبال کنند. مردان کفتار علاوه بر این که کفتارها را در جشنواره‌ها به نمایش می‌گذارند، از بزاق و مدفوع آنها برای درمان بیماری‌ها کسب درآمد می‌کنند.